با سلام. آب گرم کنه، بوتانه. وقتی که آب گرم کن به صورت کلی خاموش شد، یکی از دلایلش اینه که این کلید عمل کرده، کلید حد، یا خودش خراب شده یا که برگشت آب دارید. بعضی از متخصصا میان اینو یه سرش میکنن. حتما یه مشکلی داشتین، یه عمل کرده دیگه، الکی عمل نکرده که شما بیاید یه سرش کنید. یا که کلید رو عوض کنید یا مشکل برگشت آب رو درست کنید که یه شیره طرف تو ورودی آب گرم کن میبند.